اگر نظر من رو میخواید بعد از نیمه شب اگر کسی در خونتون رو زد هیچ وقت در رو باز نکنید. سلام بچه، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. موضوع این ویدیو ممکنه یکم براتون متفاوت باشه. امشب قراره درباره انسان‌هایی صحبت کنیم به اسم مردان سیاه‌پوش. این مردان سیاه‌پوش کارشون خیلی خاصه، معمولا با رفتارهای مرموز و لباسهای مشکی خودشون شناخته میشن و به طرز عجیبی توی سایه و کوچه پس کوچه ها مخفی میشن تا کسی از حضورشون پی نبره. ولی سوال ذهن شما رو گرفته الان تو این فکرید که خب کارشون چیه؟ به چه دلیل خودشون رو مخفی میکنن؟ خب باید بهتون بگم این مردان سیاه‌پوش کارشون اینه که جلوی کسایی رو که درباره فرازمینی‌ها تحقیق میکنن رو بگیرن و گفته میشه اونایی که مقاومت میکنن رو به پودر تبدیل میکنن. ولی معلوم نیست که اینا دوستای فضایی‌ان یا دشمنشون. و این مردان سیاه‌پوش هیچ هویت خاصی ندارن و اگر یه پلیسای نگهبان ازشون بپرسه شما کی هستین، کارت شناسایی لطفاً سریع کارت سفید رنگ نشون پلیس میدن که روش نوشته مأمور دولت. و باش منم یه سری فیلم از این مردان سیاه‌پوش دارم، پس قبل از این بریم این فیلم ها رو ببینیم. بازم تاکید میکنم این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید. دمتون گرم. و بله بچه، اینم بود از ویدیوی مرموز مردان سیاه‌پوش براش که خودم دیگه گفتم حیف اگه یه ویدیو دربارش نسازیم، یه بحثی که خیلی دارن دربارش صحبت میکنن و گفتم منم بیام صحبتی دربارش انجام بدیم. و آره دیگه بچه، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه بودید. لایک و دنبال کردن کانال آپاراتمون فراموش نشید. دوستای گلم تا ویدیوهای بعدی خدایا رو نگهدارتون.